زمین و آسمان از مادران است، جهان بیکران از مادران است. جهان به مادران روزی ندارد، همه روزی جهان از مادران است. درود بینندگان عزیز و ارجمند، واقعا در سال 2025 آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است با یک سربلندی انجام یافت. البته در آن پیر و برنا، کودکان و کهنسالان اشتراک ورزیدند و این لحظه در کنار ما یکی از مادران بسیار هم با تجربه، فعالترین اشتراکچی آزمون با نفوذ فروغ صبح دانای کتاب است. از ولایت مختار کوهستان بدخشان، دولت سلطان رحمت خداییوه، شما را به برنامه خانه ادب خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. من در دور نوانی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیای از یاد کردن ایجادیات کلاسیکان تاجیک و فارس اشتراک نمودم. این آزمون در یک فضای بی نهایت دوستانه، دلگرمانه گذشت. از گوشه و کنار وطن عزیزمان در این آزمون سن و سال به نگاه نکرده کودکان، نورسان، جوانان و کلانسالان اشتراک نمودیم. این بار دیگر انمی خیل آزمون ها چنانی که در عرفیت میگویند محبت در چشم است و هنگامی که انسان ها به هم دیگر نگاه میکنند آنها از گوهرک چشم یکدیگر تنها مهر و محبت و صداقت را پیدا میکنند و من از این بی نهایت شادم که در مرکز تاجیکستان عزیزمون در این آزمون اشتراک کردم. سپاسگزاریم و برای جرأتتان تشکر میگوییم که در این سن و سال نگاه نکرده به دور جمهوری آمدید و من گمان میکنم که شما یکی از غالبان همین آزمون هستید، نابسته از آن که جای چند را به دست آوردید، ولی از نگاه آنهایی که از علم و فرهنگ آگاهند شما الکی غالب هستید. اما ما اینجا روی خطی همون شعرها و اثرهای شما رو میبینیم که جمع آوری کرده اید. البته این شعرها و این افسانه و حکایه هایی که به نظامنامه وارد شدند و به دفتر شما راه یافتند، آیا در هنگام جوانی از بر شدند و یا پس از اعلان آزمون همه را از بر کردید؟ من هنوز از ایام نورسی و جوانی نسبت کلاسیکانی بزرگ بینیات مهر و محبت زیاد داشتم، ولی باور کنید در این سن و سال طریق نثر من راستی چشمانم خیره شدگی نمیتوانم، لیکن همین نظم رو دو سه مرتبه میخونم، بعد رویم گردانده در مغز سرم دور میزنونم و میبینم که وای نظم رو بینیات تیز زیاد میکنم و میخواستم که بگویم که چنانی که بزرگان فرمودند از گهواره تا گور دانش آموز. کودک بودیم، خانه می آمدیم، مکتب میانه می خوندیم، خانه می آمدیم، بیگاهی ها پدر و مادرمون یا اینکه خویش تبارمون جمع می شدند و ما افسانه می گفتند، ما افسانه شونه گوش می کردیم و از این علاوت می بردیم. این برای راه درست زندگی انتخاب کردن به ما یاری داد. متاسفانه امروز نوابسته به سن و سال بیگاهی ها خانه به می بیایند، پدر و مادر دستشان تلفن، فرزندانشان دستشان تلفن، فیلم های تصویری دهشت بار و کودکانشان تماشا میکنند. این آینده خوب ندارد. اما آزمونی که با تشبث پیشوای معظم ملت پیشنهاد گردید و امسال هفتم سالش جمع بست گردید، به گمان من کمی کودکان رو، نورسان رو از تلفن بازی دور کرده است، چون خود شما شاهد بودید در کتابخانه ملی چقدر کودکان دوسترو در آنجا با یک مهارت بلند شعر میخوانند. شما این تشبث پیشوای ملت رو چگونه بها میدهید؟ با سپارش به واسطه سرور دولت همه آزمون ها تشکیل می شوند و این بار دیگر خردمندی،
انسان دوستی، دوراندیشی، کل خصلت‌های نیک سرور دولت را اثبات نمودند که در هر یک نوابسته به سن و سال در هر یک انسان مهر و محبت را نسبت کتاب زیاد نمود و ما خوب میدونیم که کلاسیکون هر یک مصرع شعر ربایی را با صد رنج و عذاب روی کاغذ می آوردند و چنانه که فردوسی بزرگ گفت نوابسته به آنی که شاهنامه مرا قدر نکردید، لیکن من از آن خرسندم که نامم تاریخ به ابدا باقی میماند. انامین با امید این دنیا رو پدرود گفت و این وظیفه ما که ما باید انامین خوانیم تا اینکه ارواح آن گذشتگان نیست از ما شاد باشد. واقعا شما از بزرگوار ابوالقاسم فردوسی یادآور شدید و خیلی نیز زیبا یادآور شدید. تا جایی که ما اطلاع داریم شما در آزمون با شاهنامه خوانی همه را ما تو مبهوت کرده اید و البته با تشبث پیشوای معظم ملت باز هم در سال 2026 آزمون شاهنامه خوانی یعنی برگزار می‌گردد در تمام جمهوری. آیا شما آرزویی در این آزمون با نفوذ اشتراک کردن را ندارید؟ اشتراک خواهم کرد حتما. در کتابم اوید امین جشن صده که بیبسته با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر سال جشن گرفته می شود، جشن صده. برای من میخواستم پارچه را اگر ممکن باشد از زمان داستان قرائت بکنم تا باوری حاصل کنم که در آن آزمون اشتراک کرده میتوانم یا نه. مرحبا، ما با گوش دل میشنویم. بنیاد گردیدن جشن صده. یکی روز شاهی جهان سوی که گذر کرد با چند کس همگروه، پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیرتن و تیزتاز، دو چشم از بری سر چو دو چشم خون، ز دودی دهانش جهان تیرگون، نگاه کرد او شنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ، به زوری کیانی بیازید دست، جهان سوز مار از جهان جو بجست، برآمد به سنگی گران سنگ خورد، امان او همین سنگ بشکست خورد، فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگ گشت از فروغ آذرنگ، نشد مار کشته ولیکن ز راز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز، اران که بر سنگ آهن زدی، از آن روشنایی پدید آمدی، جهاندار پیشی جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین، که او را فروغ چنین هدیه داد، همان آتش آنگه قبله داد، بگفتا فروغ است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی، شب آمد برافروخت آتش چو که، اما شاه در گرد او با گروه، یکی جشن کرد آن شب او باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد، ز او شنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. واقعا شما الکی اثبات کردید که اشتراکچی این آزمون شدن میتوانید. خب گفتم میتوانید که چند بیت از شاهنامه را ازبر کرده؟ من تو به همه روز قریب 300. خب کمک اگه دیگر تلاش میکنید به گمان من برای کلان سالان آنجا 1000 بیت است. شما حتما غالب و در این آزمون با نفوذ دست بالا خواهید شد. خیلی زیبا نیز قرائت کردید و همون طرز شاهنامه خوانی چگونه ای که است همون گونه پیشنهاد بینندگان کردید. ما احسن میگیم که در این سن سال 75 سالگی شما اینقدر شعردان و سخندان و آثار کلاسیکان را ازبر نمودید و من باور دارم که شما این قابلیت خود را، این دانش خود را برای فرزندان نیز صرف کرده اید و شما همچون یک مادری با تجربه و همچون یک مادری با معرفت و شعر دوست و ادب پرور برای مادران جوانی که واقعا امروز برخی از آنها پروا ندارند که فرزند آنها تلفن بازی میکند و یا کار دیگر، چی مصلحت میدید تا که آنها نیز فرزندانشان کتابخوان باشند و در این آزمون هایی که واقعا با غمخواری خیلی به اندازه پیشوای معظم ملت پیشنهاد ما کردند
آنها نیز اشتراکچی باشند. در دوره استقلالیت صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان، چنانه که می‌دانیم با کتاب و کتابخوانی و عموماً قبول شدن قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول شد. به نهایت به تربیت کودکان دقت زیادی از طرف حکومت جمهوری داده می شود. برای همین من چی گفتم می خواهم، ما باید همین مغز سر کودک به مثل یک کاغذ سفید شفاف تازه، برای همین ما نباید که انمون کاغذ سفید رو با اخباری که اساس ندارد باید اون رو پر نکنیم. باید با اونو فهمونیم که اونو باید انمین کتاب رو خوانند، از کلاسیکون زیادتر پند و هندرس ها رو خوانند تا اینکه در آینده خود باعث رنج پدر و مادر نگردند. چون که اگر ما امروز به اونو دقت به تربیتشان اهمیت ندهیم، در آینده اونو اگر روی خطای زندگی رو انتخاب کنند باعث رنج پدر و مادر میگردند. توصیه من همین است برای پدر و مادر، با مادران جوان. سلامت باشید. خیلی توصیه خوب است. من گمان میکنم که دستور عملی در زندگی مادران و پدران جوان میگردد. خب مادر عزیز، داستان رو خیلی زیبا قرائت کردید. واقعا فردوسی بزرگوار در داستانهای خود شاهبیت‌های خیلی بلند مضمون دارد و تربیوی که با خواندن آن ما حتما رو به خوانش می‌آوریم. در یک بیت زیبای مشهور میگوید که توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. برنج اندر آری تن را رواست که خود را به دانش سزاست. در ادامه برنامه یک داستان زیبا خواندید، اما باور داریم که در دفتری که روی خط اثرهای شماست آنجا غزل‌های زیبای کلاسیکان هست. می توانید برای بینندگان ما یک غزل زیبا قرائت کنید؟ خواجه دریاب که جان در تن انسان ادب است، آدم از عالم علوی شرف جان ادب است. یک دو روزی که در این خانه تنگ مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. ذوق شبران که در بی ادبی مشهور است، نغمه نای دمی مرغ سحرخوان ادب است. بی ادب را نبود بر خور سلطان چیزی، نیک بنگر به یقین در خور سلطان ادب است. کردم از عقل سؤال این که چی باشد ایمان، عقل در گوش تنم گفت که ایمان ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. شمس تبریز خاموش کن که تو ای سر خدا، انوری فرد همه شمع شبستان ادب است. واقعا باید باعث افتخار باشد که مادران کهنسال ما نیز در این آزمون با نفوذ اشتراک میکنند و البته این در دل شما چگونه پیدا شد که باید شما اشتراکچی این آزمون باشید و طوری چند سال است که در این آزمون رقابت میکنید؟ آدم سن و سالش که کلان شد وای لکای باوریش گم می شود. این زندگی است بود کردگی. سال هفتم است که این آزمون تشکیل می شود، لیکن من راستی گپ یگو مرتبه اشتراک نکردم. لیکن همین سال امروی نبیرم با آزمون رفته بودم و در اونجا نبیرم برآمد کرد، با وی کار کردم و منم همین خیلی به خودم وعده دادم که خواستم خودم اثبات کنم که آیا در این سن و سالم ممکن شعر و غزل و دیگر ایجادیات از یاد کردن. برای همین من امروی همون نبیرچم خواندم و خودم هم چند شعر وی تیزتر باز یاد میکرد و من نوابسته به سن و سال همین نظم از یاد کردم. نبیرتون جای اشغال کردن؟ نبیرم در ولایت جای اشغال کردند و اینجا به خیر نگذاشتند. این سال باز قطعی وی تیاری میکنم. نامیناسیون جهان ادبیات جهان اشتراک کرد. از آثار نثری کدام کتاب را خواندید؟ از آثار نثری کتاب‌های چهار درویش، سمک عیار، توت نامه، کلیله و دیمنه، ابو موسیین و گلستان کتاب دوست داشته من، گلستان سعدی، سعادت نامه ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو
نمیخواد کتابو خوندگی. بهترین است. پس بید اگر که گلستان کتاب دوست داشته شما باشد، از آن یک حکایه کوتاه برای بینندگان بگویید. یک حکایه کوتاه همین که سعدی شیرازی به یک جای همراه دوستش و میبیند که دوستش گلها رو جمع نموده است، در بغلش گلها رو جمع نموده است و وی سعدی شیرازی به دوستش مراجعت کرده گفته است که آیا نشنیده خیرتمندان گفتند که هر چیزی که بقا ندارد به آن دلبستگی نباید، تو باید به آن دل نبندی، چون که گلها وفا ندارند، اینو تیز خوش می شوند. من کتابی رو می نویسم که هر ورق اون رو نه یکم باد و بارون چی نیست کردن نمی تواند و ابدا می ماند. من گلستانی رو یعنی کتاب گلستان رو می نویسم، برای امین وی امین خیلی سر می کند و دوستش می گوید که گلها رو از بغلش رها کرده می گوید که نباشد مدامی که وعده دادی بیا به وعدت وفا کن و همین کتاب نویس. بعد در اینجا سعدی شیرازی می گوید که تیز یک قسم اون رو پاک نویسی می کند و بعدا باز می گوید که انا در همین لحظه ها گفت اولو فصل بهار به آخر نرسیده من اون کتاب رو به آخر رساندم و در آنجا 4 مصرع به چه کار آیدت ز گل طبقه از گلستان من ببر ورقه گل همی 5 روز 6 باشد این گلستان من همیشه خوش باشد. در حقیقت آن گل‌هایی که رفیق سعدی شیرازی میچین همگی 1 روز یا 2 روز عمر داشتند، اما گلستان و بوستان سعدی شیرازی یک گلستان و بوستان بخزان است که باز هم هزاران سال دیگر با چنین نموی و با چنین شکوفایی برای مردم تاجیک خدمت میکند. خب ربایی و دو بیت نیز میدونه؟ رباعیات من رباعیات عمر خیام دوست میدارم، بی‌نهایت دوست میدارم. مرحمت پس قرائت نمایید. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف مهمو نه تو خوانی و نه من، است از پس پرده گفتگویی من و تو، چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. آنان که به حکمت دوری معنی سوفتند در ذات خداوند سخنها گفتند، سرشته اسرار ندانست کسی، اول زنخی زدند و آخر خفتند. در خواب بودم مرا خردمندی گفت، از خواب کسی را گل شادی نشکفت. آن را چه کنی که با خجل باشد جفت، برخیز که عمرهات می باید خفت. ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، بی باده ارغوان نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ بر کارگه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. خیلی زیباست. افسوس که موسم جوانی تای شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کش. درست است. من به خاطر این ربایی را به شما یادرس کردم که اینجا خیام بزرگوار میگوید که چگونه این عمر گذشت ما احساس نکردیم و برای آنهایی که باز هم عمر خود را ضایع میکنند و بیهوده میگذرانند، شما هم یک مادری با تجربه چی میگویید؟ باید آنها چیکار کنند که عمرشان یعنی که ضایع نرود و از این عمری که شما یعنی که دارید و مثلا سپری میکنید راضی هستید؟ البته من از عمرم دائم راضی بودم. شکرگزاری کردن و شکرگزار و سپاسگزار بودن خصلت بهترین انسانی است. همه وقت باید انسان ها از زندگی خود راضی باشند. لایق زنده یاد میگوید که شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را
با آمد و ناآمدش. مسئولیت من به جوانان این است که جوانی این خود یک فصل بی نهایت زودگذری عمر انسانی است. بزرگان فرمودند که به سر جو بنشین و گذری عمر ببین. برای همین اما وقت از ضایع صرف کردن لازم نیست. باور کنید امروز من خوندم لیکن نوابسته باز خودم وجدانم خطی بحث میکنم و بعد میگم که باز زیادتر میخوندم. او چی با همون وقت جوانی با زیادتر نخوندم. برای همین چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. هنگامی که انسان به دنیا می بیاید او را در زندگی دو راه انتظارند، یکی راه راست حیات و دوم راه کج. برای با راه کج نرفتن از همین کتاب ها استفاده بردن در کار، کتاب زیادتر استفاده بردن در کار. انا محض در همین آزمونایی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دقت بی نهایت زیادی داده ایستاده است و حتی مبلغ‌های زیادی را صرف میکند برای نورسان و جوانان و دیگر سن و سال. برای همین من توصیه میکنم جا گیریم نگیریم اشتراک امان شرط و ضرور است. اقلا به خاطر امان هایی که امان بزرگانی که انا همین مصره ها رو روی کاغذ آوردند. سلامت باشید. خیلی زیبا. البته بازم در ذهنم یک سوال چرخ میزند که مادر گرامی ما که در این سن سال قرار دارم با چند زبان سخن گفته میتوانم؟ انا این بین سوال خوب. ما در همین روی تربیت کردن ما با زبان روسیه میدونستیم. من زبان روسیه راستی گپ یاد گرفتم. با زبان روسیه هم بسیار مثلا شعر زیاد میکردم، پوشکین و لرمونتوف و نیکراسوف و امون دوره شرایط همین طلب میکرد. اون دوره انگلیسی با روسی گپ اهمیت نمیدادیم در مکتب. فقط دو زبان، زبان روسی و زبان بزرگ تاجیکی. میخواستیم با زبان روسی یگان شعر قرائت کنید تا که بینندگان ما واقعا از استعداد والاتر شما آگاه باشند. از ابو عبدالله رودکی یک کتاب بینهایت زیبا و ترجمهش نیز بینهایت در سطح بلند است. انا همون میخواستم قرائت کنم. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چونکه بنگری همه پند است. بر روز نیکی کسان گفت غم مخور زینهار، بسا کسان که بر روز تو آرزومند است. زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه، هر آن که زبان набабанд است пой در банд است. Мне жизнь дала совет на мой вопрос в ответ. Подумав, ты поймешь, что вся та жизнь совет. Чужому счастью ты завидовать не смей, не сам для других ты зависти предмет. Еще сказала жизнь, ты сдерживай свой гнев. Кто развязал язык, то связан цепью бед. خب یک ربوی خیلی مشهور دارن استاد رودکی. من گمان میکنم که روسی آن نیست. شما میدانید میگن که با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. در به زی خود نظر مکن غصه مخور، در کم زی خود نظر کن و شاد بزی. میتونید با زبان روسی این را نیز قرائت کنید؟ Судьбу свою благослови, и справедливо ты живи. Оковы горя разорви, волнолюбиво ты живи. Ты не горюй, когда себя среди богатых не найдешь. Найдя себя среди бедняков, легко, счастливо ты живи. اندیشه های بسیار هم جالب و احسن میگویم به شما. و البته بازم چی ناگفتمان مادر عزیز، میخواستم سخنهایی که در دلتان دارید دایر به آزمون شاید، دایر به تاجیکستان عزیز، دایر به این دوشنبه که واقعا تمام ملت تاجیک را آغوش میکند و امیدی ملت سعادتمند تاجیک است. و شاید باز هم در دل سخنهای نفته دارید، میخواستیم باز هم در پایان برنامه شما را بشنویم. تشکر. من گفتنی دارم. انا عذر از خاروخ این طرف آمدم و سالهای دوره دانشجوییم رو قیاس کردم با دوره آذره. در اون وقت ما از شهر خاروخ به دوشنبه در دوام 3-4 روز می رسیدیم.
барои амин бовар кунед ҳатто ман аз ҳамон супурдани ҳуҷҷатҳо ба донишгоҳ қафо монда будам. ҳамон соли 68 буд, соли 68. ана имрӯз омадаму шукр ва сипосамро назди худованд ба ҷо овардам ки дар як ватани обод, дар як ватани осуда, зери осмони софи сулҳу субот зиндагӣ карда истодаам ва доимо дуо мекунам. маз бо кӯшишу хайрати ин шахсияти бузург, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавонист пароканда миллати тоҷикро ҷамъ намуданд, аз вартаи ҳалокату нишавӣ наҷот бахшиданд. ҳамаи амин озмунҳою ҳамаи амин чорабиниҳои фарҳангие ки мегузаранд, ҳамаи инҳо меваҳои шаҳдбори истиқлолиятанд ва мо дуо мекунем ки ин сулҳу субот, ин фазои ором ва ин ободиву созандагиву бахту саодати миллати тоҷикро изиди пок абадану побарҷо нигаҳбон бошад. бинандагони азарманд, воқеан худи шумо шоҳиди ҳол будед ки модари 75 сола аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иштирокчии даври ниҳоии озмуни бо нуфузи фуруғи субҳидоноӣ буданд ва албатта ғолиби ин озмун низ буданд, зеро ки бо ин сину сол нигоҳ накарда рӯ ба китобхонӣ оварданд ва боз ҳам талош мекунанд ки дар соли дигар ҳатман набераи худро то ба даври ҷумҳуриявӣ биёранд бо ин донишу бо ин заковат. мо бояд бо ин модароне ки дар ин озмун иштирок мекунанд ифтихор кунем. ояндаи тоҷикистони соҳиби истиқлол бо чунин модарони донишманд ҳатман рӯшан ва нуронӣ хоҳад буд. иштирокчии даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳидонои китоб аст давлатсултон раҳматхудоев буданд ки мо барои як суҳбати пурмуҳтавову ширинашон изҳори сипос мекунем. бори дигар хуш омадед. хуб, ба умеди он ки ҳамеша рӯи модарони фарҳангиву адабпарвари мо дар хонадони фарзандон ҳамеша нурафшон аст, бо ин рубоии бисёрам машҳуру маҳбуби устод рӯдакӣ барномаи навбатии хони адабро ҳусни анҷом мебахшем. бе рӯи ту хуршеди ҷаҳонсӯз мабод, ҳам бе ту чароғи оламафрӯз мабод, бо васли ту кас чу ман бадомӯз мабод, рӯзе ки туро набинам он рӯз мабод. ин поёни барномаи навбатии хони адаб аст. то барномаҳои дигар сарафрозу комёбу муваффақ бошед. хайр.